افسانه روباه و لکلک. زمان روباه و لکلک با هم دوست بودند. یک روز لکلک به خانه روباه مهمان شد. روباه خرسند شد و درحال شعله پخت به طبق کشیده پیش مهمانش گذاشت. مرحمت جوره جان، با اشتها بخور که من شاد شوم، گفت روباه به لکلک. لکلک بیچاره به طبق نول زد اما با نول باریکی درازش نتوانست قدری هم باشد خوراک خورد. روباه شعله را در یک دم خورد و طبق را لیسیده به لکلک گفت: جوره جان، کمی مرا به جای زیاد قبول کن. هرچی داشتم پیشت گذاشتم. مرا عزت کرده زحمت کشیده خوراک پختی، صد تشکر، گفت لکلک. فردا البته به خانه من بیا. روباه روز دیگر به خانه لکلک مهمان شد. لکلک خوش قبولش کرد و به پیشش یک کوزچه درازی گردنباری گذاشت. من سحر خسته آش اوگرا پختم. عجب بولذت است این آش. بخور جوره جان، راحت کن، بگفت لکلک. روباه هرچند کوشش کرد که از کوزچه گردنباری قدری هم باشد خورده تواند، اما نتوانست، زیرا که کوزچه نهایت گردنش باریک بود و روباه بیچاره گرسنه ماند. لکلک باشد نول درازش را به درون کوزه درآورده به آسانی کوزه را خالی کرد. روباه با شکمی گرسنه به خانه‌اش برگشت و با همین دوستی روباه و لکلک به پایان رسید.